سرخط مهمترین خبرها: بازداشت روزنامه‌نگار تاجیک در پیوند به قضیه رئیس پیشین حزب دموکرات. شهروند تاجیکستان را برای طرفداری از طالبان در روسیه جزا دادند. و درماندن ده‌ها مهاجر تاجیک در مرز قزاقستان و روسیه. درود بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 28 ایون است و ساعت در دوشنبه 10. احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون اول رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان بازداشت شده است. اعضای خانواده‌اش برای شرح این خبر دسترس نیستند. مقامات انتظامی رسما در این باره چیزی نمیگویند. یک منبع در مقامات انتظامی تاجیکستان به شرط ذکر نشدن نامش روز 27 ایون به رادیوی آزادی گفت احمدشاه کاملزاده از 15 ایون در بازداشتگاه موقتی یا سیزان نگهداری می شود. وی از دادن همگونه جزئیات خودداری نمود. منبع دیگری نزدیک به دادستانی کلی تاجیکستان خبری بازداشت را تصدیق کرد و افزود روز 16 ایون در منزل احمدشاه کاملزاده کوفتوکاب جریان یافته، کامپیوتر، قیدها و تلفن دومی او مصادره شدند. به گفته این منبع بازداشت کاملزاده به قضیه سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس پیشین حزب دموکرات مربوط است. منبع گفت علیه کاملزاده پرونده باز شده است ولی نمیداند که بر اساس کدام بند قانون. سید جعفر عثمانزاده رئیس سابق حزب دموکراتی تاجیکستان و وکیل پارلمان روز 12 ایون با گمان کوشش غصب حکومت بازداشت شده بود. یک شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه با جرم تبلیغ تروریسم جزای علاوه گرفته است. رسانه‌های روسیه به نقل از دادگاه حربی حوزه شرقی این کشور نوشتند تشریف صاحب نظرов در زندان آمسک دیگر زندانیان را برای پیوستن به گروه تروریستی طالبان دعوت کرده است. این شهروند تاجیکستان را سال 2018 با اتهام غارتگری به 8.5 سال زندان محکوم کرده بودند. اکنون بر اساس قرار دادگاه برای تبلیغ تروریسم حکم صاحب نظرov تا 12.5 سال زیاد کرده شد. نظر این شهروند تاجیکستان و پیوندانش به حکم دادگاه معلوم نیست. در قرار دادگاه آمده است تشریف صاحب نظرov طرفدار گروه طالبان بوده، در بخش طبی محبس دیگران را هم برای پیوستن به این گروه و انجام عملهای تروریستی دعوت کرده است. گروه طالبان از سال 2021 حکومت را در افغانستان در دست دارد و در بسیار کشورها همچون حرکت تروریستی اعتراف شده است. اما شهروند تاجیکستان را در حال به طرفداری از طالبان در روسیه جزا می‌دهند که سالهای اخیر مقامات روسیه بارها نمایندگان این گروه را در روسیه رسما قبول کردند و پنهان نمی‌کنند که با آنها همکاری دارند. روزهای 3-4 ایول در شهر استان قزاقستان نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای برگزار می شود. قاسم جمعت توقیف رئیس جمهوری قزاقستان گفته است در این همایش رهبران کشورهای عضو سازمان و دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش شرکت می کنند. مقامات تاجیکستان هنوز درباره شرکت پرزیدنت امامعلی رحمان در نشست آستانه رسما چیزی نگفتند. سازمان همکاری‌های شانگهای یک سازمان زیر نفوذ روسیه و چین می باشد. ازبکستان، روسیه، چین، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، هندوستان، پاکستان و ایران عضو سازمان همکاری شانگهای می باشند. افغانستان، مغولستان و بلاروس عضو ناظر این سازمان هستند. چندین شهروند تاجیکستان با فرستادن ویدیو شکایت کردند که چند روز باز در گذرگاه مرزی قزاقستان با روسیه درماندند. آنها می‌خواهند به روسیه گذرند، اما با گفتهشان سرحدبانان روس مدتی طولانی حجت تلفن‌های آنها را تفتیش می‌کنند. مهاجران میگویند که زیاد شدن صف ماشین‌ها با مسافران از تاجیکستان در یک روز 4-5 ماشین را اجازه گذشتن می‌دهند. حالا گزارش همکارمون مومن احمدی را یک جا می‌بینیم که در این باره است. صدها شهروند تاجیکستان یک هفته باز در گذرگاه آزینکی، سگرچین و مشتکاوت در مرز قزاقستان با روسیه درماندند. آنها می‌خواهند بر روسیه گذرند، اما با گفتهشان با وجود درست بودن حجت‌ها مرزبانان روس شناسنامه و تلفن‌هایشان را ساعت‌ها تفتیش می‌کنند. سبب چنین رفتار معلوم نیست. مقامات به طور رسمی مشکل را شرح ندادند. به نقل همصحبت رادیوی آزادی، صدها شهروند تاجیکستان از روز 20 ایون تا شام 26 ایون نتوانستند به واسطه گذرگاه سرحدی قزاقستان و روسیه وارد شوند. با گفته مهاجران حدود 500-600 نفر منتظر از سرحد گذشتند. در یک روز به نقل مسافران 4-5 ماشین تاجیکان را اجازت گذشتن می‌دادند. این مهاجران و مسافران دیگر از تاجیکستان میگویند نظام کامپیوتری مرزبانی روسیه تنها در سنجش شناسنامه‌های تاجیکان مشکلی داشته، آدمان دیگر به دشواری بر روسیه می‌درآیند. در چنین شرایط دشوار آدمان خیرخواه و نیکوکار به مسافران یاری می‌رسانند، اما مهاجران میگویند از مقامات تاجیکستان کسی به احوال آنها توجه نمی‌کند. هرچند احتمال می‌رود
از وضعیت خبر دارند. مهاجران رو زدن دشواری را در گذرگاه اوزین که نشانه طرف بدتر شدن برخورد طرف روسیه با تاجیکان می نامد که پس از حمله بعد تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال در مسکو به اوج خود می رسد. بینندگان عزیز، اگر شما هم در مرز هستید لطفاً به ما نویسید که فعلا وضعیت چگونه است. صبح 28 ایان در جمهوری اسلامی ایران انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی آغاز شد. قبلا 6 نامزد برای رقابت در انتخابات از طرف شورای نگهبان ثبت نام شدند، اما یک روز پیش از انتخابات 2 نفر آنها علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی زاده نامزدی خود را پس گرفتند. اکنون 3 نامزد اصولگرا مصطفی پورمحمدی، محمد باقری قالیباف و سعید جلیلی و همچنین یک نامزد اصلاح طلب مسعود پزشکیان میان هم رقابت خواهند کرد. هنوز معلوم نیست که چقدر از انتخاب کنندگان برای رای دهی می آیند، چون یک قسم شهروندان ایران در اعتراض به سیاست‌های حکومت این کشور آوازدهی را بایکوت کردند. انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی در ایران به دنبال مرگ ابراهیم رئیسی برگزار می شود. رئیسی و چند همراهش روز 19 می در صدمه چرخبال به هلاکت رسیدند. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف 27 ایان در جریان سفرش به ولایت جیزخ با فعالیت کارخانه مشترک ماشین‌سازی بی‌وایدی ازبکستان فکتوری نیز شناس شده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان خبر داده است که در بی‌وایدی ازبکستان فکتوری ماشین‌های برقی نوع چزار و سانگ پلاس چمپیون استحصال می شود. وزارت سرمایه‌گذاری، صنعت و سودای ازبکستان 26 سپتامبر سال گذشته با شرکت چینی بی‌وایدی سازشنامه را درباره استحصال ماشین‌های برقی و هیبرید به امضا رسانده بود. در دایره مرحله اول لایحه استحصال 50,000 ماشین در نظر است و با انجام مرحله دوم حجم استحصال در یک سال به 200,000 عدد رسانده خواهد شد. بی‌وایدی ازبکستان فکتوری نخستین کارخانه مشترک شرکت چینی در استحصال ماشین‌های برقی در خارج از آن کشور خواهد شد. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرامان بخزاده تماشا کنید که مهمترین واقعه‌های تاریخی در روز 28 ایان را فرا می‌گیرد. 28 ایون سال 2005 دادگاه عالی تاجیکستان رستم فیضیف معاون رئیس حزب ثبت نام نشده ترقیات را با اتهام تحقیر شخصیت رئیس جمهور و برانگیختن عداوت ملی به 5 سال و 10 ماه زندان محکوم کرد. این حزب را سلطان قوتوف تأسیس داده بود. حکمی که بسیاری ها را در تاجیکستان تکان داد در پاسخ به نامه انتقادی نفرستاده فیضیف به نام سازمان ملل متحد بود. فیضیف سال 2009 در زندان درگذشت. 28 ایون سال 2019 نشریه معروف نیویورک تایمز فیلم تحقیقاتی خود را درباره حمله سال 2018 به سیاحان خارجی در دنقره و مصاحبه با حسین عبدالصمدوف رهبر گروه حمله‌وران نشر کرد. در نخستین حمله گروه دولت اسلامی در خاک تاجیکستان 4 نفر از جمله 2 شهروند آمریکا و 2 اروپایی کشته شدند. 28 ایون سال 2017 سازمان آمریکایی پانترا گفت به ساکنان وادی برتنگ ولایت بدخشان برای ساختمان عاقل‌های امن یاری خواهد کرد تا چاره‌های خود را از حمله‌های پلنگ برفی ایمن نگه دارند. آنها می‌خواهند از این طریق جان این حیوان نادر را حفظ کنند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 118 سامانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1060 سامانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. برای همراهیتان سپاس و از شما دعوت میکنیم آخرین خبرها را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. خدا نگهدارتان.